راستش من از اون دسته آدمایی نبودم که از بچگی رویای مهاجرت کردن داشته باشم. ولی خب توی مسیر زندگی یه سری اتفاقای غیرمنتظره پیش میاد که باعث میشه مسیر زندگیمون کلاً عوض بشه. برای من دقیقاً 2 تا اتفاق غیرمنتظره افتاد که باعث شد من به مهاجرت جدی‌تر فکر کنم. و اینکه چرا مهاجرت کردم و چرا آلمان رو انتخاب کردم، دقیقاً به خاطر همون 2 تا اتفاقه که دوست دارم امروز داستانش رو براتون تعریف کنم. سلام، من مهسا هستم و اینجا مهساز وگ هست. خوش اومدین به کانال من و ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب کنین و به دوستانتون معرفی کنین. و اینکه داستان من چی شد، باید از اینجا شروع کنم که بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم از رشته معماری، چند سالی رو خب به عنوان معمار کار کردم و خب برای خودم یه آینده شغلی و یه پیشرفت شغلی خوبی در نظر گرفته بودم، ولی خب متاسفانه اونقدر امیدوار کننده نبود و شرایط اونجور که میخواستم پیش نرفته. و 2 تا اتفاقی که باعث شد من حالا چرا باعث شد که مهاجرت کنم و آلمان رو انتخاب کنم، دقیقاً از همون روزا شروع شد. من اولین اتفاقی که برام افتاد یه مسئله‌ای برای خانواده‌ام پیش اومد و باعث شد که من بیشتر از قبل به این مسئله فکر کنم که باید خانواده‌ام رو حمایت کنم و به خاطر همین نیاز داشتم که امنیت شغلی و درآمد بیشتری داشته باشم. خب قطعاً توی رشته خودم توی ایران با توجه به شرایطم نمیتونستم اونقدر پیشرفت کنم و این تضمین رو برای آیندم نمیدیدم. و این اولین موضوعی بود که باعث شد من ذره‌ای شروع کنم به مهاجرت فکر کردن. و مسئله بعدی این بود که من به طور کاملا اتفاقی از طریق اینستاگرام با شخصی آشنا شدم و اول خب این رابطه خیلی جدی نبود و ما با هم صرفا دوست بودیم و خب کم کم به جای رسید که رابطه‌مون جدی‌تر شد و من فکر کردم که خب چرا مهاجرت نکنم الان با توجه به این شرایط مسائلی که برام پیش اومده. و دیگه اون زمان آلمان برای من فقط یه کشور روی نقشه نبود، بلکه یک تصمیم بود واقعا که باید در موردش جدی‌تر بهش فکر می‌کردم. خب البته من قبل از اینکه رابطمون جدی‌تر بشه تصمیم به مهاجرت گرفته بودم و شروع کرده بودم به زبان انگلیسی خوندن و خب البته من از قبل از بچگی کلاس‌های زبان رو رفته بودم، ولی خب حالا شروع کرده بودم به کلاس‌های آیلتس رفتن. یه ترم رفتم ولی خب دیگه اون تایم دقیقا همون تایمی بود که رابطم جدی‌تر شده بود رابطمون و اون تایم فکر کردم که خب چرا الان واقعا من دارم وقتم رو با کشورهای دیگه تلف میکنم. 2 تا مسئله اینجا وجود داشت. یکی این که کسی که باهاش تو رابطه بودم آلمان زندگی میکرد و مسئله دیگه این که خب آلمان ویزاهای متنوع بیشتری داشت و من خب با توجه به شرایطم باید جایی رو انتخاب میکردم که از همه نظر برام بهتر باشه و چند تا پلن رو بتونم برای اون کشور جلو ببرم. یعنی صرفا نه تنها برای ویزای کاری اقدام کنم، مثلا پلن آم ویزای کاری باشه، پلن بی ویزای تحصیلی باشه، پلن سی ویزای آوسبیلونگ باشه. از این جهت خیلی آلمان برای من خوب بود چون که راحت‌تر میتونستم اقدام کنم. ولی خب تنها مشکلی که بود این بود که باید دوباره از اول زبان رو شروع میکردم و خب یه مسیری رو باید از صفر شروع میکردم و این قطعا برای هیچ کس آسون نیست از صفر شروع کردن. ولی خب اونجا اون تصمیم رو گرفتم و زبان انگلیسی رو ول کردم و شروع کردم به زبان آلمانی خوندن. حالا تو اون مسیرم باز یه سری اشتباهاتی داشتم توی زبان آلمانی خوندن که توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که شما اون اشتباهات رو انجام ندین و اینکه چه کاری کنین که بهتر باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.